بیارزد آوین. کم مکیدین شیرمون تو جهان غریبمون، کردین توی شیشمون مدام بازی کم چفوندیم به همون جوامون که کنون حالا نصفشو بده چی باقی بده. چطوری اقتصادی که بعد از چطوری چطوری قدرت منطقه، چطوری غزه معتبرترین پاسپورت، چطور مرز خاک فروش دریا فروش، چطوری هرزه، چطوری دکوری جیره بده بجویم جوری با پارت توش که نمیتونی بشوریش. صفحه شیر رو ندیدی تو زندگی ژتونی، قبل سخنرانی کرده بزن تو که ببری. بیاره لعابالی جیب خالی پازه عالی مصنوع خاصه صبر تو خالی. اگه حکومتی دینی چرا نوکر چینی، چرا از ما میکنی بازی روشن میدی، سرات مستقیم چرا همتون هدف میشی، چرا تناب دار و مدام منتقل میدی. تو چطوری بره چطوری برده غلام مطیع همیشه حاضر تو صحنه. قانون نظام بگو مالکش فله، چطور کم شیرین چره. واکسن امریکنشو زده بچه بزن تا گرمه حلاله. بله کم مکیدین شیرمون تو جهان غریبمون، کردین توی شیشمون مدام بازی. کم چفوندیم به همین جیبامون که کنون حالا نصفشو بده به چی باقی بده. کم مکیدین شیرمون تو جهان غریبمون، کردین تو شیشمون مدام بازی شمون. کم چفوندیم جیبامون که کنون حالا نصفشو بده به چی باقی بده. یه خلیج نه فارس نه عربی نه چینی، قرارداد 25 سال رو ندیدی دیدمش. این با تعریف خودی درازتر و گلیمت یا خون میده خوناش پس میگیده. بعد میبینیم اونی که وطن منه فرو زنشو تیز کرد دوخ سر و ته و دروغ بد میبینه. اینکه جاپاش توی این فساد بیوطنی مایه‌ای که از زیر مایه میذاره. جواب این ملت ورشکسته رو کی میده؟ نسل ما سوخ آینده بچه‌مون چی میشه؟ این بار دولت واسمون چه نسخه‌ای پیچیده؟ شاید چین داره کل ایران رو تحفه میگیره. شرم کنید شر را بیش رفتا، شلوار کشور رو بچ از فکر دینه ما نباش. پروانه رو سوزونی نوبت پیله ها سلام، سند و پاره کن نگاه کن تو زندان جاور. کم مکیدین شیرمون جهان غریبمون، کردیم شیشمون برام با جمون. کم چفوندیم به همین جوامون که کنون حالا نصفشو بدی به چی باقی بده. کم مکیدین شیرمون تو جهان غریبمون، کردین توی شیشمون مدام بازی چمون. کم چفوندیم به همون جیبامون رو تکون حالا نصفشو بدی چی باقی رو بروز. باید اتحاد آزادی خواه بکنیم. پنشان گوش مشته گذر ظالم دنزون میفته. چوب انتقام پلفته، چوب انتقام پلفته، چوب انتقام پلفته. با این آزادی ملت ایران مهدی آرزد آوین.